در دوره کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال 35 سالگی جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و رشد دهات، ساختمان بازسازی راه، چراغ، نمودن کوچه‌ها آباد و زیبا گرداندن موضع آرامگاه‌ها در دهه به نام صدلوی شریف دهات گلستان ناحیه واسه طبق کارهای ترغیباتی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه از روی اصول خانه به خانه و اقدام ساکنان محله با پیشنهاد جماعت دهات ساختمان انشاءات‌های ساختمانی طریق حشر شروع گردیدند. یکی از این انشاءات‌ها ساختمان دیوار بوده. مساحت آن زیاده از 750 و بلندیش 1 متر و 70 سانتی متر در بر میگیرد. در ساختمان انشاءات مذکور زیاده از 350 نفر ساکنان دهه اشتراک ورزیدند که این در این سال یکی از کلانترین حشر آبادانی با اشتراک ساکنان در ناحیه به حساب می رود. هیچ نباشه 400 متر رو ذکر کردن. نمی سعی تو نمی چینا 3 بلوک چیندن. مساحت 300-400 متر زیاد کار کردن. 8 نمیشه همه مردم همین اومده یک دیلونه اینا کار کردستن. اینا که 3 ریاد چیندن. اینا 4 تا دینا یک ریاد بود امروز 4 تا دیگه چیندن. اینا 5 ریاد اجازه تیار میشوه. همین باور هست که در همین دوام 2 روز دیگه همین 100% چی میشوه؟ چیندن دیوارش خوب میشه. در ساختمان دیوار مسائل ساختمانی سمن، خیش، سنگ و شغل با کمک شخصان سخاوتمند دهه دسترس کرده شدند. کارهای ساختمانی دیوار با جلب متخصصان و رعایت قاعده‌های ساختمانی نفرانی که در سمت کارهای ساختمانی تجربه خوب دارند جلب گردیدند. امروز همینجا خیرات مقدم آمدیم میره سهم خدمات با همینجا گذاشته سیم. او تجربه هست. ای تحت دل یگون جوی خیلی چیش نیست. ای تحت دل میناد کسی. روحیه‌ای که یک بار دهان زدن خانه به خانه نه. دعوت کردن که مثلا تولد سال 82 85 همین نوبتی مثلا اولش ای شما میخل وقتی که او اومدن 85 اومد پگاش 86 87 میخل دم بعدون در همین دوام این 3 روز 4 روزای این همین قدر کار به اجرا رسید. رفت دیگر کارها در این انشاءات طبق نقشه معین صورت گرفته. انجام کارهای ساختمانی را ساکنان در 3 روز به نقشه گرفتند. برای سری وقت به انجام رسانیدن کارهای ساختمانی وابسته به سن و سال به اشتراکچیان قطعه‌های معین تقسیم کرده شدند. این قطعه به جوانان وابسته کرده شده است. امروز در قطار دیگر جوانان با ننگ و ناموس دهه صدلوی شریف هیئت دسته 94 نیست در هیئت 15 نفر امروز با حشر دسته جمعونه جهت محکم کردن گردی آرامگاه ده آمدیم و چطوری که شما میبینید کار با مرام ادامه دارد و ما جوانان دوران صاحب استقلال کوشش میکنیم که دوی ما در کارهای آبادانی